أحبك مثلما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان. داستانی راز همسری که بعد از 45 سال فاش گردید. بعد از 45 سال ازدواج و زندگی مشترک مالامال از عشق و محبت، یادگاری ها، همیاری و با هم بودن در خوشی و ناخوشی، هیچ راز و ناگفته بین آن دو زن و شوهر وجود نداشت. ولی پیرزن صندوقچه ای را بر روی یکی از تاقچه های منزلش گذاشته بود و چند بار به شوهرش هشدار داده بود که نباید دری آن صندوقچه را باز نماید و به آن کاری داشته باشد. شوهرش نیز که به همسرش زیاد اعتماد داشت، از سؤال کردن و نگاه کردن به داخل آن صندوقچه خودداری کرده و به خاطر احترامی که نسبت به همسرش داشت، از پرسوپاس و کنجکاوی درباره آن صندوقچه خودداری می نمود. روزهای زیاد از عمر هر دوی آنها گذشته بود. پیرزن بیمار بود و دکتران از شفای وی امیدشان را کنده بودند و زمانی کمی را برای زنده ماندن وی تخمین زده بودند. شوهرش خیلی برایش ناراحت و غمگین بود. برای همین همه یادگاری ها و چیزهای قدیمی زن را پیش روی همسرش قرار داده بود تا به وسیله این کار زنش را به یاد گذشته بیاندازد و از فکر کردن درباره بیماری بی‌دوایش باز دارد. ناگهان چشمش به آن صندوقچه افتاد که در همان جای همیشگیش قرار داشت. آن را برداشت و برای همسرش آورد. وقتی پیرزنی بیمار صندوقچه را می بیند، با لبخند خطاب به شوهرش می گوید: حالا می توانی صندوقچه را باز کنی و درون آن را ببینی. وقتی مرد صندوقچه را باز می کند، می بیند که در آن علاوه بر کم پارچه و رشته و سوزن و مقدار زیاد پول که در آن گذاشته شده است، باز 2 تا عروسک پارچگین، یعنی لختکی که از متاع ساخته می شود، وجود دارد. مرد از همسری بیمارش سوال می کند که اینها چیست؟ همسرش که اکنون پیرزن شده بود در جواب می گوید: وقتی با شما عروسی کردم، مادر بزرگ مرحومم نصیحتم کرده بود که راز ازدواج موفق در این است که از یک به 2 کردن و بگو مگو کردن با شوهر قطعاً بپرهیزی و هر وقت خیلی خشمگین و ناراحت شدی، آتش خشم و غضب خودت را با درست نمودن عروسک‌های پارچگین خاموش بکن و هرگز کاری مکن که با شوهرت جنجال لفظی داشته باشی. مرد که این سخنان را می شنود خیلی خوشحال می شود و می گوید: خدا مادر بزرگت را رحمت کند. از وقتی که با من ازدواج نموده ای تنها 2 بار خشمگین و عصبانی شده ای. به همین خاطر است که 2 عروسک در داخل صندوقچه است. سپس شوهرش می پرسد: راز عروسک ها را دانستم، ولی بگو که این پول ها چیست که در داخل آن است؟ پیرزن جواب می دهد: آن پول ها را از راه فروش عروسک ها به دست آورده ام. مرد با شنیدن این سخنان همسری بیمار گپی گفته اش را پس می گیرد که گفته بود وجود 2 عروسک داخل صندوقچه نشانه این است که تو در طول زندگیت تنها 2 بار عصبانی شده ای. چرا که این همه پول بیانگری این است که او همسرش را خیلی بیشتر از 2 بار عصبانی نموده و در واقع او صدها عروسک درست کرده ولی بیشترشون را فروخته است. برای همین است که این همه پول درون صندوقچه جمع شده است.
آره، او به وسیله ساختن عروسک‌هایش آتش خشم و غضب خود را خاموش می‌کرد و بدین گونه از یک بدو نمودن با شوهرش پرهیز کرده و خود و زندگیش را از این راه آرام نگاه داشته است و زندگی خوش و گوارا را پس سر کرده است. خواهر عزیز، اگر می‌خواهی که شوهرت تو را دوست دارد و هر دوی شما زندگی خوش و گوارا داشته باشید، هرگز یکی شوهرت را دو مکن. کاری مکن که شوهرت را به غضب می آورد. وقتی شوهرت غضبی و خشمگین است، چیزی جواب مده. وقتی خودت غضبی و خشمگین می شوی، به کار مشغول بشو و آتش خشم و غضب خود را با آن خاموش کن، نه با بگو مگو کردن با شوهر و سر و صدا کردن با او. اگر می خواهی آتش خشم و غضبت را در سر شوهرت خاموش کنی، خطا می کنی و عاقبت کار شما به جنگ و نزاع کلانتر و بعداً حتی به طلاق و جدایی می کشد. خداوند تمام نوعروسان را هدایت فرماید و مطیع و فرمانبردار شوهر بگرداند و زندگی خوش و گوارا را نصیبشان بگرداند. آمین یا رب العالمین. و السلام علی من اتبع الهدى. أحبك مثل ما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي.